شرک اکبر و تایید رسمی. حسین یا کاشف البلایا، حسین یا رازق البرایا، حسین یا کاشف البلایا، حسین یا رازق البرایا. ای وای ای وای، یکی داره صدا مالک کل زمین، آقام اول فضل میزنه. انگار انگار یکی میونه قلب منه، انگار یکی میونه قلب منه. ای وای یکی داره صدا میزنه. ای وای یکی داره صدا میزنه. بیای بیای به کربلا حسین، بیای حسین مادر نداره، کیست مرا یاری کنه؟ لبیک یا حسین حسین، کیست مرا؟ آی سرباز امام زمان. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. به طور قطع کسانی را که جز الله می‌خوانید و عبادتشان می‌کنید بندگانی مانند خود شما هستند. پس اگر راست میگویید آنان را بخوانید و آنان هم شما را اجابت کنند. تنها تنها آتیش به کربلا میزنه، تنها تنها آتیش به کربلا میزنه. ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. و هیچ کس گمراه تر از کسی نیست که کسانی جز الله را به فریاد می‌خواند که تا روز قیامت نیز درخواستش را پاسخ نمیگویند و آنان یعنی معبودان باطل از دعا و درخواست ایشان بیخبرند. میخوای راحت سینه بزنی به یاد قدیمی ها و اونایی که رفتن و زیر خاک آرمیدن، دو دمه بدم سمت راست همه صدا بزنن. طفل یتیمی ز حرم گم شده، واویلا واویلا. طفل یتیمی ز حرم گم شده، واویلا. قامت زینب ز علم خم شده، واویلا واویلا. طفل یتیمی ز حرم گم شده، واویلا واویلا. طفل یتیمی ز حرم گم شده، دستت بیاد بالا. قامت زینب ز علم خم شده، واویلا واویلا. قامت زینب ز علم های سینه بزن. طفل یتیمی ز حرم گم شده، جانم
زینب زلم خم شده واویلا 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 واویلا. بینندگان عزیز، این مداح معروف که مورد تایید رسمی جمهوری اسلامی ایران است به امام حسین رضی الله تعالی عنه میگوید حسین یا کاشف البلایا. حال ببینیم الله متعال چه میفرماید. ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. و جز الله چیزی را که نه سودی به تو میرساند و نه زیانی مخوان. اگر چنین کنی از ستمکاران خواهی بود. و اگر الله برای امتحان یا کیفر گناه زیانی به تو رساند هیچ کس جز او آن را برطرف نمی سازد. و اگر اراده خیری برای تو کند هیچ کس مانع فضل او نخواهد شد. آن را به هر کس از بندگانش بخواهد میرساند و او غفور و رحیم است. یا رازق البرایا. بینندگان عزیز، دوباره توجه فرمایید که به امام حسین رضی الله تعالی عنه میگوید حسین یا رازق البرایا. حال ببینیم الله متعال چه میفرماید. الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون. الله ذاتی است که شما را آفرید، آنگاه به شما روزی داد و سپس شما را میراند و دوباره شما را زنده می کند. آیا هیچ یک از معبودانتان می تواند بخشی از این کارها را انجام دهد؟ پروردگار از آنچه شرک می‌ورزند پاک و برتر است. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ای مردم، پروردگارتان را پرستش کنید، همان ذاتی که شما و پیشینیانتان را آفرید باشد که پرهیزگار گردید، و ذاتی که زمین را برایتان بستر قرار داد و آسمان را همچون سقفی بالای سرتان برافراشت و از آسمان برایتان آب فرو فرستاد و با آن انواع میوه‌ها را به ثمر رساند تا روزی شما باشد. پس دانسته و در حالی که می‌دانید برای الله شریکانی قرار ندهید.
لا